چهره مرموز. منوچهر خان معتمدالدوله گرجی، حاکم ارمنی نسب و ناپیدا مذهب اصفهان که شخصیتی مرموز است، در پی فرار باب از شیراز به اصفهان امام جمعه اصفهان را وامی دارد تا برادرش را به استقبال باب بفرستد و آشکارا و بیدریغ از باب حمایت می کند و حتی به خاطر شکایت مردم از این حمایت‌های پرسش برانگیز، آنگاه که از پای تخت دستور می رسد تا باب را تحت الحفظ به مقر حکومت مرکزی اعزام کند، برخلاف دستور شاه او را در قصر خورشید پنهان می کند و دختری زیباروی را هم به عقدش در می آورد و به او وعده می دهد تا تمامی ثروت خود را که بالغ بر 40 میلیون فرانک می شده در اختیار باب قرار دهد و نیز او را دلخوش می کند که میرزا آقاسی وزیر محمد شاه را از صدارت عزل می کند و شاه را هم وامی دارد تا پیرو او شود و خواهر شاه را هم به عقدش در می آورد و حتی شاهان جهان را هم مطیع و فرمانبردار او می کند و اگر هم شاه ایران زیر بار نرود سپاهی می آراید و با شاه می جنگد. معتمدالدوله باب را امیدوار می کند که قادر است تا 2 سال با سپاهیان شاه بجنگد. باب در آن ایام روزگار خوشی را می گذرانید، اما از بخت بد باب حاکم اصفهان مرد و ماجرای اقامت پنهانی باب در امارت خورشید برملا شد و جانشین او به ناچار باب را به تهران فرستاد. در میانه راه دستور آمد که او را به ماکو ببرند و در قلعه آنجا محبوس کنند